کید کفار از صاحب خودشان برگردن. حاجتمندان از این جمع عزیزانی که التماس دعا گفتن، حوائج همشون به حق آقا علی ابن موسی رضا در این روز جمعه، روز زیارتی آقا امام زمان، برآورده به خیر و رحمت بگردن. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. قرض مقروضین گرفتارها برطرف بگردن. خداوند به همه بی بچه ها، کم بچه ها با عافیت، سربازان امام زمان عنایت بفرما. خدایا به همه بی خانه ها، مستاجرها، خانه های وسیع که خرج مجالس اهل بیت بشه عنایت بفرما. خدایا ذوی الحقوقین ارحام، اونهایی که حقی به گردن ما دارن، حقی ازشون ضایع کردیم، نفهمیدیم، کوتاهی کردیم، حق الناس هایی که به گردن ماست، خدایا صاحبان حق رو از ما راضی بگردن. اونقدر در دار دنیا و آخرت بهشون عنایت کن که از ما بگذرن. خدایا عاقبت امر ما رو ختم به خیر و سعادت و شهادت در رکاب امام زمان قرار بده.